سلام، به نام خدا. خدمت شما علاقه‌مندان به یادگیری نرم افزار امسین. من مداد رئیسی هستم. در این مجموعه ویدئویی آموزشی قصد دارم تا شما را با این نرم افزار جامعه شبیه سازی چند دامنه آشنا کنم. این نرم افزار یه نرم افزار جامع که برای علاقه‌مندان حوزه‌های خودروهای مربوط به بحث‌های هوافضا، مکانیکی، کنترلی و همچنین علاقه‌مندان رشته مهندسی برق، مهندسی شیمی میتونه مفید باشه. کارهایی که با این نرم افزار شما میتونید انجام بدین میتونید زمینای مثل چند تا مثال بخوام بزنم، مثل زمینای رباتیک، زمینه مدل سازی انواع خودروها از نظر سیستم های تعلیق، از نظر پاورترین، همچنین از نظر سیستم منبع توان یا منبع مانند موتور اطلاع داخلی، باتری، موتور الکتریکی برای خودرو مثلا میتونه کاربرد داشته باشه و میتونید حتی شما میتونید با این نرم افزار بحث‌های هیدرولیکی از نظر لیفتر و اینا رو مدل سازی کنید. همچنین تو حوزه هوافضا و شما میتونید بحث‌های مربوط به پایداری سیستم هواییتون، همچنین مثل ماهواره‌ها و ایرپلن‌ها یا حتی کوادکوپترها رو مدل سازی انجام میدیم. و جدیداً بحث‌های مربوط به راه‌آهن و دریایی هم بهش اضافه شده و کاربرد خوبی داره، مخصوصاً بحث‌های دینامیک طولی این حوزه ها. خب دوستان، ما توی جلسه اول قصدمون این هست که یه آشنایی کلی با کار با این نرم افزار رو با همدیگه فرا بگیریم. برای این کار توی مرحله اول شما میتونید بعد از نصب نرم افزار شما با یه آیکونی این روبرو میشیم. من چند تا ورژن مختلفش اینجا الان دارم. آخرین ورژنی که من الان در حال حاضر که دارم این ویدیو ضبط میکنم 2404ش اومده، ولی مثلا ورژن مختلف رو که هم دیگه شما میتونید نصب کنید. هر کدوم قابلیت های خودشون رو دارن و هر جدیدتر یا آپدیت هایی وجود داره که در قبلی ها وجود نداشته و همچنین قبلی یه چیزایی وجود داره که معمولا حذف شده، شاید به درد کارهای شما بخوره وقتی کار کرده باشید. و یه نکته هم در نظر بگیرید که مدل شما با ورژن جدید اگه کار کرده باشین نمیتونید با ورژن قدیمی باز کنید و حتما با ورژنتون جدید باشه. برای شروع شما اگه روی آیکونش دوبار دبل کلیک کنید نرم افزار باز میکنه. یه چند لحظه طول میکشه باز بشه. وقتی باز شد شما با این تو محیطی باز بکنید یه صفحه ولکام پیج خواهد اومد. توی ولکام پیج شما یه بالاش چند تا تب داریم که یه تب مووی داره که آشنایی با بحث‌های اولیه نرم افزار و رفتار با کار باش رو بهتون توضیح میده. چیز خوبی هست، به نظر من حتما مشاهده کنید که برای ما در ادامه همینا هم شروع میکنیم به بیان کردنشون. بعد توتوریال داریم، دمو داریم که ما مثلا منظور دمو باقی چیزا هم میتونید دسترسی داریم، از اینجا میام شروع میکنم. شما وقتی دمو رو باز کنید 3 تا آیتم منو خواهید داشت. یکی پلتفرم لایبرری سولوشن. توی بحث پلتفرم برای اگه بزنید شما بیشتر برای کاربرد ابزارهای مختلف، اینکه چجوری شما میتونید یک مدل کار رو توی سیستم اضافه کنید، چجوری میتونید یه مدل 3D 3D رو اضافه کنید. چند تا اگزمپل براتون گذاشته و
سالورایی که هر باش میتونی حل کنی، چجوری شما میتونی یک مدل اچایل داشته باشین داخل سیستم، همچنین مثلا چجوری بینه سازی کنین یا اسکریپت نویسی با کمک پایتون و مطلب و اکسل رو شما اینجا میتونید فرا بگیرید که ما در طول فرآیند آموزش سعی میکنیم اینا رو با هم دیگه جلو ببریم. بخش لایبرری شما انواع مختلف لایبرری هایی که توی نرم افزار وجود داره، از بحث های ایروسپیس و مرین بگیرید تا بحث های ویک داینامیک حالت دو بعدیش وجود داره که شما میتونید ازش در استفاده کنید. شما اگه رو هر بخشش رو بزنید، مثلا من الان میام بحث آیفی انجین رو میزنم، شما این چند تا اگزمپل نمونه‌ای که با این لایبرری و این با این کامپوننت های این بحث انجام شده رو شما میتونید اینجا مشاهده کنید که مثلا شما اگه رو هر کدومش بزنید، مثلا من فورسیدن گزر انجین تو این اسکرول میزنم، یک اگزمپلی که با این نرم افزار ایجاد شده، یک مدل GDI توربو شارژر رو مدل سازی کرده که شما وقتی روی این کلیک کنید میتونید مدلتون رو یه جای سیو کنید و باش کار کنید که ما در ادامه این کار رو خواهیم کرد. خب پس لایبرری، بخش دمو لایبرری شما رو با فرآیندهای مختلف آشنا میکنه که چه مدل سازی میتونید با این سیستم انجام بدید. یا مثلا اگه ترمالش رو بزنید، از مدل ساده ترکیبای کانورشن و کانداکشن اینا رو به شما آموزش میده تا مدل سازی کابین حرارتی یک هواپیما یا یک خودرو رو شما میتونید این مدل سازی کنید. مثلا شما اینجا یک مدل کابین خودرو خواهید داشت. مثلا دیگه بحث سولوشن، حالا ما از لایبرری میگذاریم میریم بحث سولوشن. تو بحث سولوشن اومده یک مسئله کاربردی تر رو برای شما داده، مثلا توی هر بخش جداگانه کرده، مثلا بحث هوایی و خودرویی، انرژی دریایی، صنعتی و بحث‌های مربوط به چیزهای سنگین و هیدرولیک و فضایی رو باید شما جداگانه کرده. مثلا من بخش اتوماتیوش رو اگه باز کنم، اونم بازم به زیر مجموعه بخش تقسیم کرده. اگه من بخوام مثلا یه خودرو هیبریدی دنبالش بگردم، میام اینجا بحث هیبریدی الکتریک رو باز میکنم، چند تا اگزمپل این حوزه رو میتونم مشاهده کنم و از این لحاظ یک سیستم قوی و مناسبی رو در اختیار شما خواهد بود. شما مثلا فرض کنید یک مدل کامل از یک مدل سازی خودرو، از زمینه اچ‌وکش، کابینش، مدل سازی کنترلیش، مدل سازی دینامیکی، مدل سازی الکتریکی و داخل این سیستم میبینه. یعنی یک وقتی ما میگیم سیستم مدل چند فیزیکی هست، به این صورته که هم از کنترل، دینامیکی، سیستم های تحویل مطبوع و گرمایش و سرمایش میتونید شما اینجا مدل سازی رو انجام بدید که اینجا اومده توضیحاتی داده که ما در ادامه به اینا خواهیم پرداخت در جلسات بعد. مثلا شما نگاه کنید اینجا یک مدل کامل یک خودروی الکتریکی نیسان لیف یک خودرویی هست که برای بچه‌ای که با خودروی الکتریک آشنایی دارن حتما اسمش شنیدن که جزء خودروی اولیه تو حوزه الکتریکی هست. اینجا اومده مدل سازی کامل خودرو دینامیکی انجام داده، بحث میخواسته یه ذره ریزتر بشه، بحث خود موتور الکتریکیش اومده خنک‌کاریشو هم دیده و از سیستم کنترلی چجوری فالو میکنه
سیکل رانندگی، اینا رو تو اینجا بحثا میبینیم که ما حالا تو زمینه خود این دینامیک توری رسیدیم، چند جلسه دینامیک توری خواهیم بود با هم دیگه، اینا رو میبینیم و خواهیم آموخت. حالا بیایم از بحثای آشنایی با دموش بگذریم. شما توی بحث لایبرری میتونید تئوری گاید این بحثا رو ببینید. شما مثلا اگه به آیفی درایو که بحث مدل ساز دینامیک طولی رو باز کنید، 4 تا گزینه خواهید داشت. بخش منوال شما به سیستم 2 تا بخش داریم، یعنی میتونید مثلا یه پی دی اف به سیستم دسترسی داشته باشید به منوالش، که برای هر بخش یه پی دی اف اینجوری خواهید داشت که میتونید با مطالعه این بخش بفهمید که چه کاربردهایی داره این سیستم و این لایبرری مورد نظر. بحث ساب مدل برای همون لایبرری کامپوننت بای کامپوننت اومده برای شما تعریف کرده. شما اینجوری میتونید با انتخاب کردن رو هر کامپوننت و هر ساب مدلاش یکیشون رو انتخاب کنید و تئوری مربوط به این بحثا رو بیاید مشاهده کنید. مثلا من این بحث درایور رو اگه روش کلیک کنم، اینجا به این کامپوننت رو توضیح داده، این کامپوننت به چه چیزایی وصل میشه رو به ما توضیح داده و تئوری حل مسئله است و چجوری مدل سازی رو انجام میده شما میتونید مشاهده کنید. اینا رو الان میگم که بعداً باش آشنا شدیم و رفتین جلو دیگه گیج کننده نباشه. خب بس ساب مدل هم پس به این صورت شد. تولز شما برای هر کامپوننت بعض یه ابزارهایی داریم که میتونی بهتون کمک کننده برای جایگذاری پارامترهای مناسب مدل سازیه، که این ابزارها یا بساط زبان بررسی سی توسعه داده شدن یا ابزاری واسه اسکریپت های پایتون هست. شما اگه روش بزنید میتونید این ابزاری مثلا تی بحثایی مثلا آیفی درایو رو ببینید. مثلا تی آیفی درایو ما 3 تا یه مدل بعدی سایزینگ تولز داریم که برای سایزینگ باتری مناسبه و که میتونیم ببینیم که مثلا به این 3 تا کامپوننت که ساب مدل ها مثلا مناسب هستن که برای کامپوننت باتری هستن، به اینا کاربرد دارن. اینجا چند تا که بعدا با هم آشنا میشیم دی مورد و دمو هم که دموی این بحث هم اینجا دسترسی سریعتر بهتون خواهد داد دیگه. ادوانسید تولز هم ابزارهاییه که متد هایی که برای این بخش توسعه داده شدن به جز خود کامپوننت هم شما اینجا میتونید مشاهده کنید. خب بیایم حالا اگه از این سمت از معرفی بخش هلپش بگذریم و ببندیم، من صفحه امسین سنتر رو اگه ما باز کنیم، این در حالت اولیه به این صورت خواهیم دیدی صفحه‌ای که ما 4 تا تب داریم: اسکچ، ساب مدل، پارامتر، سیمولیشن. شما نمیتونید مستقیم بدون هیچ کاری که اینجا انجام دادن برید داخل ساب مدل، خطا بهتون میده. شما باید اسکچ مدلتون رو طراحی کنید یا به صورت ساده تر یه دیاگرام آزاد رسم کنید. این دیاگرام آزاده به رسم دیاگرام آزاد شما سمت راستتون یه لایبرری خواهید داشت. اگه این شما مشاهده نکردید نگران نشید. مثلا من اینجا میبندمش، شما با بحث ایدیت شو هاید مثلا اینجا لایبرری رو اگه بزنید اینو مشاهده میکنید. و این پارامتر میام قرار میدم که دوتاش داشته باشم. من حالا برای سادگی فرض میکنم میخوام یک جسم ساده رو مثلا مدل سازی کنم. یه جرمی رو قرار میدم، این جرم من مثلا از دو طرف بسته شده باشن. حالا اینا در ادامه با هم دیگه میریم جلو، ولی من الان برای که آشنا بشیم با
تبعهای مختلف این قسمت رو میان جلو. بکنید شما وقتی یک مدل سازی رو انجام میدید تا قبل از اینکه یه جاش باز باشه هایلایت میشه و وقتی که شما میبندینش از هایلایت در میاد. وقتی مدل سازی و دیاگرام آزاد سیستمتون رو ایجاد کردید نوبت میرسه اینکه ساب مدل برای هر کامپوننتی یک ساب مدل انتخاب کنید که من اینجا مثلا برای کامپوننت خود مثلا این جرمم مثلا اگه روش دوبار کلیک کنم چند تا ساب مدل خواهم دید و بعد بسته دیاگرامی که رسم کردم از این 5 کامپوننت فقط 3 تاشو برای من فعال کرده، میگه میتونی از اینا 3 تاشو انتخاب کنی. حالا من مثلا همون ساده ترینشو انتخاب میکنم و این دوتا رو این دوتا هم بازم این هایلایت با این دوتا رو انتخاب کنم براش. من اگه بزنم تو بحث پارامتر یک خطای یک پیغامی برام میاد که میگه بعضی از اینا رو ساب مدل اولیش انتخاب نکردید. آیا من مدل ابتدایی و دیفالتش رو انتخاب کنم و میذاریم یس مثلا انتخاب کنم بریم مرحله بعدی. توی بخش پارامتر شما میتونید پارامترهای هر کدوم از این کامپوننت ها رو وارد کنید. اگه این باز این قسمت نبود شما میتونید با ادیت شوهای بیاید این پارامتر مورد نظر رو پیدا کنید و قرار بدید پنجره پارامتر رو. خب من اینجا مثلا این قسمت رو مثلا میام هم 100 کیلوگرم قرار میدم و زاویه 45 درجه بخوام مثلا مدل سازی انجام بدم. بکنید این کامپوننت هر کجا هشتگ دیدین یعنی مقدار اولیه و اگه هشتگ نبود یک مقدار ثابت پیش‌فرض، یعنی ما اینجا تو پارامتر مقادیر اولیه. چرا؟ چون سیستمون تنزیت حل میشه، نیاز داریم هم مقادیر اولیه بهش بدیم هم مقادیر ثابت، چون به صورت معادلات اودی حل میشه. پس شما هم نیاز داریم وابسته به زمان مقادیر اولیه اونایی که با هشتگ نشون داده رو بهش به سیستم معرفی کنی، هم مقادیر ثابت. خب بعدش شما وقتی که این کار رو پارامترتون رو انتخاب کردیم میتونیم توی بحث سیمولیشن بیایید و تنظیمات مربوط به این بخش رو انجام بدید. توی بحث سیمولیشن بیشتر شما تنظیمات مربوط به زمان ران، نوع حلگر ران و اینا رو انتخاب میکنید که من برای این کار مثلا شما میتونید پایین یه ران مانیتور خواهید دید، اگه نداشتید میتونید بالا ران پارامتر رو بزنید، یا اگه بخواید ران مانیتور رو داشته باشید دوباره دید اینجا بخش ران مانیتور رو فعال کنید. وقتی فعال کنید پنجره رو خواهید دید. پنجره معمولا اینجوری بهشون نشون داده و شما با درک کردن هر چیز سیستم هر جای محیط میتونید شخص سازی انجام بدید. یه پنجره وریبل نشون به شما نشون داده میشه که وقتی دکمه ران رو بزنید نتایج رو وابسته به زمان به شما نشون میده. مثلا من الان دکمه ران رو میزنم، الان اینجا زن خودش پیش‌فرض 10 ثانیه است. شما که بیشتر کنید میتونید بیاید تی ست ران پارامتر رو بزنید، تو پنجره باز میشه و شروع و پایان رو مشخص کنید و همچنین تعداد نقاطی که میخواید در هر تین ثانیه مثلا چاپ بشه ذخیره بشه رو مشخص کنید. من اینجا میزنم مثلا 100 دکمه را رو میزنم و ران چیز میشه. الان شما فرض کنید من بخوام اینجا سرعت رو پلات کنم، شما سمت راستتون روی بخش وریبل پنجره وریبل هر کامپوننت
و کلیک کنید پنجره وریبلش باز میشه و پارامتری که میتونید نتایج رو مشاهده کنید اینجا خواهید دید. بعدش رو هر کدومشون درگ کنید رو صفحه بندازید، شما میتونید پلاتش رو وابسته به زمان مشاهده کنید. اگه بخوایم وابسته به زمان نباشه، مثلا وابسته سرعت نسبت به دیسپلیسمنت ببینید، این بخش بالا پلات منیجر رو کلیک کنید، بخش دیسپلیسمنت رو مثلا دیسپلیسمنت رو روی تام درگ کنید. شما سرعت رو بر اساس دیسپلیسمنت خواهید داشت. یه روش دیگه اینه که شما کلیک راست کنید و پلات رو بزنید. شما میتونید اینجوری مسئله‌تون رو ببینید. این پلاتش رو نخواهید درک کنید و بستگی به خودتون داره. یه حالت دیگه هم هست اینجایی که وقتی دوبار کلیک کنید روی سیستم این باز میشه، رو هر پنجره‌ای که بخواید هر دکمه پلات رو بزنید رو اولی بره که میخواید. اینجا میگم با اینا همه چی بستگی به روش کار شما داره که من بیشتر دوست دارم از همین سایت راه حل برم جلو. خب این برای جلسه اول به نظر آشنایی با صفحات امسین تا اینجا کافیه. بقیه کامپوننتش رو انشالله توی جلسات بعد با همدیگه جلو خواهیم رفت. ما سعی میکنیم توی این جلسات از بخش‌های ساده، از مدل سازی ساده داخل خودرو شروع کنیم، مثل مدل سازی دینامیکی طولی تا مدل سازی گرمایش، مثلا مدل سازی داخل یک کابین حرارتی خودرو، اینا رو انجام میدیم و اگه وقت شد مثلا توی ویدیویی هم توی زمینه مدل سازی های توی زمینه دیگه مثل هوایی یا دریایی هم با هم دیگه جلو خواهیم برد. اگه سوالی داشتین شما میتونید راه ارتباطی با من بیایید بهم ایمیل بزنید. از این سمت سوالی داشتین میتونید به من ایمیل بزنید و با هم در ارتباط باشیم. فعلا تا جلسه بعد.